بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تمام دوستان، به کانال مستر امید خوش اومدید. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش ازتون میخوام که کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید تا از اولین اخبار و رویدادها با خبر باشید. خب بریم سراغ آموزش. قبل از رفتم به آموزش ازتون میخوام که فیلتر شکن خودتون روشن کنید، چون این اپلیکیشن نیاز به فیلتر شکن داره و بدون فیلتر شکن کار نمیکنه. خب بعد از اینکه فیلتر شکن خودتون رو روشن کردید وارد اپلیکیشن میشید. چون من از قبل ثبت نام کردم و ثبت نامش آسون بود، یه اون قسمت رو بهتون نشون میدم و به خاطر اینکه وقتتون گرفته نشه بریم سراغ آموزش. خب قسمت بالا نوشته 1.2 فیت. دقت کنید، روش کلیک کنید میره داخل کیف پول بازی ما که من از پیاده روی تونستم 1.20 فیت به دست بیارم که این اپلیکیشن به مرز فیت، ماتیک و USDC میده. خب قسمت بالای همین صفحه نوشته والت که روش کلیک کنیم شما باید این والت رو داخل خود بازی به راحتی ایجاد میکنید که روش کلیک کنید خیلی راحت ایجاد میشه. خب گزینه ها رو یکی یکی براتون میگم. ترانسفر که روش کلیک کنید به روی یکی از گزینه ها بزنید. این بهتون اجازه میده که ارزایی که داخل بازی به دست آوردین رو وارد کیف پول کنید. مثلا ماتیک به دست آوردید، فیت به دست آوردید، اینجا مکس میکنید و سنت میکنید که میاد داخل اینجا که این کیف پول بازی هست. یعنی یه جورایی این بازی داره دو کیف پول هست. این یک کیف پول بیرونیه که برای سند کردن و رسیو کردن است و یکی هم برای به دست آوردن ارزها. قسمت دوم تراید است که میتونید ارزها رو به هم تبدیل کنید. به طور مثال فیتو من میتونم به USDC تبدیل کنم. قسمت سوم سند هست که میتونید به هر کیف پولی ارسال کنید. و قسمت آخر رسیو که برای شرکت در چالش ها میتونید از داخل صرافی ها و سایر کیف پول ها به بازی ارز ماتیک، فیت و ارزهای USDC رو وارد کنید و در چالش شرکت کنید. خب بریم قسمت های بعدی رو بهتون بگم. قسمت بعدی از بالا که نوشته move for 10 means today goal. این قسمت بعد اینکه پیاده روی کنید پر میشه و به شما یه باکس میده که با باز کردن باکس ها ارزهای مختلف و امتیاز رو به دست میارید. قسمت بالا سمت راست گوشه عکس دایره زرد است. این لول شما رو نشون میده که چقدر پیاده روی کردید توی نرم افزار. قسمت بعدی نوشته از پایین توضیح میدم چون گزینه پایین با داخل صفحه یکی هست. گوشه صفحه نوشته چالش. تو این چالش ها میتونید شرکت کنید. چالش فری داره و چالش پولی داره که بعد از اینکه فیت به دست آوردید میتونید 10 فیت بدید و تو این چالش شرکت کنید.
مثلا اینجا 10 فیت، اینجا 10 فیت میتونید بدید شرکت کنید. اینجا دیگه خیلی گرونه 7000 فیت بدید تو این چالش شرکت کنید. چالش های فکر میکنم رایگان هم داشته باشه. فریشو نداره، ولی تو این چالش ها میتونید شرکت کنید. قسمت بعدی فرند هست که اینجا دوستانی که اد شدن از طریق کد رفرال شما میتونید اینجا ببینید. قسمت بعدی که اصل ماجراست و هوم هم براتون توضیح میدم. خب روی گزینه گو باید بزنیم تا پیاده روی رو شروع کنیم. قبل از اون باید بریم بالا و لوکیشن خودمون رو روشن کنیم. بعد از اینکه لوکیشن خودمون رو روشن کردیم روی دکمه گو میزنیم یا رفتن. اینجا مسیری که ما مثلا حرکت میکنیم فرقی نمیکنه کجا میریم، فقط یه مسیری رو نشون میده. مثلا نمیشه 10 دقیقه بری به اینجا برسی، اینو بهت میدم، اینجا برسی اینقدر مسیر رو بیای اینقدر میدم. لیتس گو رو بزنیم. 3 2 1 شروع پیاده روی. خب اینجا هر وقت خواستیم پیاده روی نکنین روی پیست بزنید Activity paused. و اندو بزنید. ولی من پیشنهاد میکنم این 10 دقیقه که الان برای شما گذاشته رو تا آخر برین تا جایزش کامل بشه. من چون نمیخوام ادامه بدم اندو میزنم. قطع کنید که این Activity resumed. تو این حالت باید حرکت کنید و اگر نمیخواید پیاده روی کنید رو گانه پیست بزنید و اند بزنید و یه دفعه از اپلیکیشن خارج نشین تا امتیازاتتون ثبت بشه. قسمت بعدی آنالیزتون رو بهتون نشون میده، روز، ماه، سال. قسمت ادسنس فروشگاه هست. شما با فیت هایی که به دست آوردید میتونید داخل اینجا برای کاراکترتون که اول بازی بعد وارد شدن درست میکنید لباس بخرید. اینجا میتونید لباس ها رو خرید و فروش کنید. بای و سل. به قسمت هوم برمیگردیم. قسمت بالا علامت آچار اگر دقت کنید پروفایلتون نشون میده. از قسمت دوم اینوایت فرندز که میتونید از اونجا دوستانتون رو دعوت کنید و هم به شما امتیازی بده هم به دوستات. قسمت های دیگه هم که تکراری بود دیگه نیازی نمیبینم براتون مارکت و فایند که پول نشون میده رو براتون شرح بدم. خب دوستان در پایان دیگه چیز خاصی نمونده. هر مشکلی داشتین میتونین توی کامنت ها بگید، من براتون توضیح میدم. خیلی آسون است استفاده از این اپلیکیشن. بازم مشکلی داشتید به هم بگید من بهتون بگم. با تشکر از تماشای شما دوستان، موفق باشید.